توی تاریخ همیشه دیکتاتورها نقش پررنگی داشتن. بعضیا با خون و خشونت، بعضیا با تبلیغات و شستشوی مغزی و بعضیا هم با ترکیب هر دوی اینا تونستن کشورشون رو کنترل کنن. یکی از این آدما کیم ایل سونگ بود، کسی که کره شمالی رو به شکلی که امروز میشناسیم پایه‌گذاری کرد. توی این اپیزود قرار سراغ داستان زندگی و حکومت این شخص بریم. کیم ایل سونگ توی 15 آوریل 1912 در منطقه نزدیک پیونگیانگ به دنیا آمد. همونطور که میدونید پیونگیانگ پایتخت کره شمالیه. اسم اصلی کیم ایل سونگ در واقع کیم سونگ جو بود. پدر و مادرش مسیحی بودن و پدرش توی گروه‌های مقاومت ضد ژاپنی فعالیت میکرد. وقتی ژاپن کره رو اشغال کرد، خانواده کیم مجبور شدن به منچوری، منطقه‌ای در شمال چین مهاجرت کنند. از همون بچگی کیم روحیه‌ای سرکش و مقاوم داشت. گفته میشه توی مدرسه زیاد با معلم‌ها و مسئولین درگیر میشد و همیشه از نظم و انضباط خشک خوشش نمیومد. شخصیت کاریزماتیکی داشت، خیلی راحت میتونست بقیه رو با خودش همراه کنه. اطرافیانش میگفتن که باهوش، زرنگ و البته جاه طلب بوده. وقتی به منچوری رفتن، کیم کم کم وارد گروه‌های چریکی ضد ژاپنی شد. اون زمان جو سیاسی شرق آسیا کاملا ملتهب. کمونیست داشت توی چین رشد میکرد و شوروی هم در همسایگی اونا بود. کیم خیلی زود جذب ایده‌های کمونیستی شد و توی 20 سالگی رهبری یکی از گروه‌های چریکی رو به دست آورد. اونقدر خوب تونست خودش رو نشون بده که بعدها مورد توجه شوروی قرار گرفت و به ارتش سرخ دعوت شد تا آموزش‌های نظامی ببینه. ارتش سرخ در واقع همون ارتش بزرگ و قدرتمند اتحاد جماهیر شوروی بود که عملاً الان دیگه وجود خارجی نداره. بعد از پایان جنگ جهانی دوم و شکست ژاپن، اوضاع کره خیلی پیچیده شد. کشور به دو قسمت تقسیم شد. آمریکا از جنوب وارد شد و شوروی از شمال. این کشور قبلاً اسمش کره بود و چیزی به نام شمالی و جنوبی وجود نداشت. اون موقع غرب و شرق دو تا قدرت اصلی داشت که یکی شوروی بود که نماینده شرق بود و آمریکا که نماینده غرب بود، که همین الان هم توی ادبیات سیاسی از کلمات غرب و شرق و غربی و شرقی استفاده میشه. با این تفاوت که دیگه شوروی وجود خارجی نداره و اتحاد جماهیر شوروی کلی کشور ریز و درشت بیرون اومد. قرار بود این تقسیم بندی موقت باشه، ولی رقابت‌های ایدئولوژیک بین شوروی و آمریکا باعث شد که این دو بخش هیچ وقت به هم نپیوندن. کره شمالی عملاً تحت کنترل شوروی قرار گرفت و اونا دنبال یه چهره وفادار به کمونیسم بودن که بتونه قدرت رو در دست بگیره. کیم ایل سونگ که خودش رو توی ارتش شوروی ثابت کرده بود، بهترین گزینه به نظر می رسید. شوروی با تمام قوا پشتش وایساد و ازش یک رهبر قدرتمند ساخت. در سال 1948 جمهوری دموکراتیک خلق کره، یعنی همون کره شمالی، رسما اعلام موجودیت کرد و شوروی کیم رو به عنوان رهبر این منطقه انتخاب کرد. اما کیم یه هدف بزرگتر داشت: کنترل کل کره. برای همین توی 1950 با کمک شوروی و چین به کره جنوبی حمله کرد. این جنگ 3 سال طول کشید و حسابی کشور رو به هم ریخت. در نهایت هیچ کدوم از دو طرف پیروز نشدن و با یه آتش بس در 1953 کره به 2 قسمت جدا تقسیم شد. این وضعیت همچنان ادامه داره. بعد از جنگ کیم شروع کرد به ساختن یه حکومت کاملا بسته. اون برای که بتونه کشور رو بهتر توی مشتش بگیره، یه ایده اختراع کرد به نام جوچه. یعنی این کشور باید کاملا مستقل باشه و روی پای خودش بایسته. ولی در عمل این سیاست بیشتر باعث انزوای شدید کره شمالی شد. همه چیز تحت کنترل حکومت بود: رسانه‌ها، اقتصاد، زندگی مردم و حتی افکارشون. هر کی هم مخالف بود راهی اردوگاه‌های کار اجباری یا بدتر حتی اعدام هم ممکن بود بشه. کیم ایل سونگ یه سیستم تبلیغاتی گسترده راه انداخت که هدفش این بود که مردم کره شمالی هیچ اطلاعاتی از دنیای بیرون نداشته باشن. توی مدارس از همون بچگی بچه‌ها رو طوری تربیت می‌کردن که فکر کنن کیم یک رهبر بی‌نقصه.
یک نجات دهنده‌ای که کره شمالی رو از شر دشمنای خارجی نجات داده. تلویزیون، رادیو فقط اخبار و برنامه‌های دولتی رو پخش می‌کردن. روزنامه‌ها فقط حق داشتن در مورد موفقیت‌های حکومت بنویسن و حتی مردم عادی هم حق نداشتن سوالی در مورد گذشته یا سیاست‌های کشور بپرسن. جالب اینجاست که بعد از گذشت 10 سال و عوض شدن 2 رهبر بعد کیم ایل سونگ، این وضعیت همچنان توی کشور کره شمالی برقرار هست و حتی در مواردی بدتر و افراطی‌تر هم شده. یکی از عجیب‌ترین چیزهایی که توی کره شمالی اتفاق افتاد بازنویسی تاریخ بود. کتاب‌های درسی طوری تنظیم شده بود که کیم ایل سونگ رو یه قهرمان افسانه‌ای نشون بدن. مثلا میگفتن که اون بدون هیچ کمکی از شوروی ژاپنیا رو شکست داده و کشور رو آزاد کرده. یا مثلا شایعه شده بود که وقتی به دنیا اومده یه ستاره جدید توی آسمون ظاهر شده. یکی از مهمترین کارهای کیم ایل سونگ ساختن یه مجسمه مقدس از خودش بود. توی کره شمالی همه جا پر از عکس و مجسمه‌های اون شد. مردم مجبور بودن روزانه بهش ادای احترام کنن. یکی از عجیب‌ترین کارهایی که حکومت انجام میداد این بود که مردم باید هر روز صبح قبل از شروع کار یا مدرسه به عکس کیم ایل سونگ تعظیم می‌کردن. توی هر خونه‌ای باید یک قاب عکس از کیم ایل سونگ و پسرش کیم جونگ ایل نصب می‌شد و مامورای دولتی به صورت تصادفی خونه‌ها رو چک می‌کردن تا ببینن که آیا این عکس‌ها تمیز نگه داشته شدن یا نه. حتی بعد از مرگش هم حکومت اعلام کرد که اون رهبر ابدی کره شمالیه. یعنی رسما حتی بعد از مرگش همچنان رئیس جمهور کشور محسوب میشد و هیچ کسی دیگه نمیتونست این عنوان رو ازش بگیره. مردم کره شمالی تحت یه سیستم امنیتی شدید زندگی میکردن. سازمان امنیت کشور که به شدت بیرحم بود هر کسی رو که مشکوک به مخالفت با حکومت میشد بازداشت میکرد. مجازات ها شامل زندان، کار اجباری و حتی اعدام بود. اما چیزی که وحشتناکتر بود این بود که اگر کسی دستگیر میشد کل خانواده‌اش هم مجازات میشد. یعنی اگر یکی از اعضای خانواده جرمی مرتکب میشد 3 نسل از اون خانواده به اردوگاه‌های کار اجباری فرستاده میشدن. نکته جالب اینه که همین الان یه چیزی مثل خودکشی توی کشور کره شمالی ممنوعه. شاید از خودتون بپرسین که چجوری ممنوعه؟ خب کسی که خودکشی قرار باشه بکنه انجام میده و دیگه وجود نداره که بخواد مجازات بشه. ولی اونا فکر اینجاش هم کرده بودن. هر کسی خودکشی میکرد 3 نسل از خانوادهش هم مجازات میشدن و حتی ممکن بود اعدام بشن. یعنی هر کس به خاطر جون خودش هم که شده باید حواسش به اطرافیانش می بود که احیانا کسی هوس خودکشی به سرش نزنه، چون در این صورت انجام قتل خیلی خیلی کم هزینه تر بود برای خانواده تا اینکه اجازه بدن طرف خودکشی کنه. کیم ایل سونگ توی 8 جولای 1994 از دنیا رفت، اما قدرت همچنان توی خانوادهش موند. بعد از اون پسرش کیم جونگ ایل حکومت رو به دست گرفت و بعدش هم نوش کیم جونگ اون. نتیجه حکومت کیم ایل سونگ یک کشور بسته، مردمی که تحت فشار زندگی میکنن و اقتصادی که همیشه در حال سقوطه. کیم ایل سونگ یه دیکتاتور بود که با سرکوب و تبلیغات تونست سالها حکومت کنه، اما چیزی که خودش به جا گذاشت یک کشور منزوی و مردمی فقیر بود. به نظر شما تاریخ اونو یه رهبر موفق میبینه یا فقط یه دیکتاتور که ملتشو بدبخت کرده؟